Samar'la evinin yolunu bilmiyorum. Görmedim, görüşmedim. خبر فوری و ناگهانی özcan دنیز سکته قلبی کرده. از اون طرف یه شخص بسیار نزدیک به özcan حقایقی رو فاش کرده که کسی تا حالا نشنیده بوده. اگر میخوایم بشنویم که ماجرا از چه قراره، با سلبی سودا با این اخبار ویژه همراه باشید. خبر امروزمون از özcan دنیز جنجالیه. چه اتفاقا که نیفتاده این 2-3 روزه. تا آخر همراه باشید که این سطح از جزئیات رو جایی نشنیدین و نمیشنوید. هفته پیش گفتیم که زخم خانواده özcan دنیز تازه شده و مشکلاتشون که تموم نشده بود دوباره از سر گرفته شده. مشکلات مالی که با برادرش داره و از طرفی اختلافات شدیدی که مادر و یکی از خواهران özcan دنیز با همسر ایرانیش یعنی سمر دادگر دارن. اول از همه این رو بگم که özcan دنیز این همه حجمه و اختلاف و تهمتی که بهش زدن رو تاب نیاورد و 1-2 روز پیش سر صحنه فیلم برداری دچار حمله قلبی شد. بله، özcan حمله قلبی بهش دست داده و بلافاصله به بیمارستان منتقلش کردن. حالا بشنویم از سمر نگران و عاشق. در پی این حادثه سمر تو راه بیمارستان یه متن جنجالی و پر از تهدید استوری میکنه. خطاب خانواده özcan دنیز. سمر نوشته بوده اگر اتفاقی برای özcan بیفته دنیا رو روی سرتون خراب میکنم. تو راه بیمارستانم و نفسم بالا نمیاد. اگر özcan طوریش بشه همتون رو تو آتیش جهنم میسوزونم. خدا ازتون نگذره. حالا از این به بعد باید بترسید که چه زمانی میخوام واقعیت ها رو بازگو بکنم. تهمت زدن ها و حق خوردناتون رو نسبت به مردی که 7 روز هفته رو از بچگی و جوونیش کار کرده و الان روی تخت بیمارستان افتاده به خاطر شماها. شما تقاضای این مرد رو یه روزی پس میدین. عدالت و کارما چیز خیلی خوبیه و سریع هم عمل میکنه. این از سمر دادگر که حسابی نگران حال همسرشه. حالا از özcan دنیز بگیم که گویا با یک سری اقدامات تو بیمارستان خطر رفع شده و بعدش به خونه منتقلش کردن. özcan طی استوری در کمال ادب از تمام کسانی که نگران حالش شدن تشکر ویژه کرده. همینطور از دکتر مخصوص خودش و سمر قدردانی کرده. özcan نوشته که با رسیدگی‌های بی‌نظیر و مداوم همسر عزیزم حالم رو به بهبودیه و جای هیچ نگرانی نیست. اما حالا بریم سراغ اصل ماجرا و افشاگری یکی از نزدیکان özcan دنیز که همه رو حیرت زده کرده. البته قبلش باید بگم که یکی از جنجال‌های مربوط به این اتفاق ادعاییه که سمر دادگر در ارتباط با مادر شوهرش کرده. به گفته سمر و حتی تعدادی از نزدیکان این خانواده، مادر özcan و یکی از خواهران اون سمر رو کتک زدن. در پی این ادعا و این همه اتفاق پشت سر هم مادر özcan دنیز یه مصاحبه انجام داده و اونجا ادعای سمر رو رد میکنه و میگه ما تا حالا حتی یه انگشت هم به این دختره نزدیم و البته مشخصه که منظورشون از دختره سمر دادگر هست. ولی جدای از اینها مباحث عجیبی تو مصاحبه مادر özcan وجود داره. کادریه دنیز مادر özcan دنیز میگه سمر روح بچه özcan یعنی کوزه رو دزدیده، یعنی اونو از آن خودش کرده. بچه özcan اون اوایل اصلا از سمر خوشش نمی اومد ولی بعدا سمر اون رو به خودش عادت داد. و خب این حرف از نظر کاربران فضای مجازی به این صورت تفسیر شد که تو به عنوان یک مادر شوهر متوجه خوب بودن سمر نشدی، چون اگر سمر بد بود بچه هیچ وقت بهش عادت نمی کرد و بهش محبت نداشت. و اما اصل ماجرای کتک خوردن یا نخوردن سمر دادگر رو از کسی بشنویم که خودش از اعضای این خانواده است و اون کسی نیست جز یکی از خواهران کوچک özcan به نام سیبل دنیز. سیبل خواهر özcan، البته بهتره بگیم یکی از چند خواهر özcan، به گفته خودش به خاطر انسانیت و حقوق انسانی خودش رو ملزم دونست که توی یکی از برنامه‌های معروف ترکیه مصاحبه آنلاین انجام بده و حقایقی که کسی نگفته و نمیدونه رو تعریف بکنه. یه مورد جالبی که در مورد سیبل وجود داره، از بین تمام اعضای خانواده özcan دنیز فقط همین خواهر هست که طرفدار özcan و از حق özcan دفاع میکنه، در حالی که بقیه اعضای خانواده پشت برادر özcan یعنی ارجان دنیز و مادرش رو گرفتن.
حالا بشنویم از سیبل دنیز که حسابی جنجال آفریده. اون تو مصاحبه تلفنی گفت اولا که حال کل خانواده واقعا افتضاحه و هممون به خاطر این اتفاقات و آبروریزی ها خیلی ناراحتیم. من طرفدار حقم و به خاطر انسانیت چیزی جز حق نمیگم، در حالی که میدونم به خاطر گفتن حقایق قراره از طرف اون یکی برادرم یعنی ارجان تهدید بشم یا حتی امکانش هست منو از کار بیکار بکنن، ولی به هر حال من همه چی رو میگم. اولا ادعاهای ارجان در مورد özcan همش دروغه و ارجان حق برادری رو پایمال کرده. این که میگم برادر من özcan به خانواده پشت کرده و با کسی در ارتباط نیست دروغ محضه. اون به همه خواهراش من جمله خود من مدام سر میزنه و حواسش به هممون هست و تنها کسی که باهاش مشکل داره یکی از خواهرام یعنی یوردا هست. سیبل خواهر özcan تأکید میکنه که مشکلات مادر ما و سمر دادگر از زمانی شروع شد که özcan از سر ناآگاهی و زمانی که با سمر نامزد بود همشون رو توی یک خونه ساکن کرده بود، یعنی مادرم، خواهرم یوردا و سمر دادگر، و این اشتباه محض بود. طبیعی هست که توی خونه نباید چند خانومی ساکن باشن که شواهد نشون داده احتمال اختلافشون خیلی زیاده. از طرفی تو همون دوره خواهر من یوردا به سمر دادگر توهینی میکنه و چون سمر گفته بود که من صدای تو رو ضبط کردم گوشی سمر رو از دستش میگیره و تو استخ میندازه و به صورت اتفاقی با باز کردن شدید در به صورت سمر میخوره و اون به شدت زخمی میشه. تا به اینجای کار متوجه شدیم که شاید بحث کتک خوردن سمر دادگر به خاطر همین اتفاق سهوی بوده. دوباره برگردیم سر صحبت‌های خواهر özcan. سیبل حرفای جالبی میزنه. در ادامه میگه که بله مادر من با سمر مشکل داشت و با özcan هم صرفا به این علت که چرا از همسرش حمایت میکنه و پشت سمر رو میگیره مشکل داره. از طرف این ادعا هم کاملا کذبه که همه جا گفتن özcan دنیز مادر و خواهرش رو زیر بارون از خونه بیرون انداخت. özcan اونا رو بیرون نکرد، بلکه به خاطر تنشی که بین سمر و خواهرم ایجاد شده بود برای اینکه کار از این بدتر نشه خواهر و مادرم رو به یه ویلای لوکس منتقل کرد. سیبل در مورد اون یکی برادرش افشاگری اساسی انجام داد. اون گفتش ارجان همه ما رو تهدید میکنه که هیچ حرفی بر علیهش نزنیم و حقیقت رو به کسی نگیم. ارجان حتی خواهر کوچیکمون رو مورد ضرب و شتم قرار داد و من همون روز اون رو از برادری حذفش کردم. ارجان تنها خواستش پول و داراییه و به خاطر پول هر کاری میکنه. ارجان دروغگو هم هست. اون توی برنامه مصاحبه کرد و گفت özcan برادر عزیز منه و من عاشقش هستم، در حالی که دقیقاً بعد از برنامه به özcan پیام تهدید فرستاد و گفت من یه روزی توی شلوغی جمعیت بهت شلیک میکنم و میکشمت و بچت رو بی پدر میکنم. و سیبل در انتها میگه ارجان با همکاری زن سابقش یکی از ویلاهای ارزشمند özcan رو با حقه از دستش در میارن و حالا که özcan ازشون شکایت کرده ارجان شروع کرده به شانتاژ کردن و مقصر جلوه دادن سمر دادگر برای این اختلافات خانوادگی، در حالی که این ماجراها هیچ ارتباطی به سمر نداره. خب به انتهای این ویدیو رسیدیم که پر از جزئیات و افشای حقایق بود. حتما نظراتتون رو این زیر برامون بنویسید که خیلی ارزشمنده. متشکرم که مثل همیشه همراهمون هستید. مراقب خودتون باشید. خداحافظ. Bugün gelin döven kaynana mı oldu? Dövmedik. Dövmedik. Burada kız da çok iyi biliyor. Elimiz değmedi. Dövmedik. İşine olan saygımdan dolayı özcan Bey olarak isimlendireceğim. özcan Bey ünlü bir hayat yaşıyor ama biz